یه بحث زیبایی رو از حضرت رضا دیدم، خیلی زیبا بود، خیلی زیبا. شخصی از عالمان سنی در محضر مأمون از امام رضا پرسید که شما چه دلیلی بر بطلان خلافت خلفا دارید؟ امام رضا یک جمله بسیار مختصر کنایه‌ای گفتند که اگر بگوییم اونها راستگو بودند حتما دروغگویند و شایسته خلافت نیستند. اگر بگوییم اونها دروغ گفتند در آنچه که گفتند پس شایسته خلافت نیستند. او بختش زد و سرش رو پایین انداخت. مأمون عرض کرد که ابن رسول الله، من سؤال او رو فهمیدم که چه دلیلی بر بطلان خلافت شیخین داری، اما جواب شما رو نفهمیدم که این چنین مبهوت شد و هیچ جوابی نداشت بده. مراد شما از این که فرمودید اگر بگوییم اونها راستگو بودن پس شایسته خلافت نیستن در آنچه که گفتن، اگر بگیم دروغ میگفتن در جملاتی که گفتن پس بازم آنچان دروغگو شایسته که خلافت نداره. این چه فرمایشی بود؟ امام فرمودن شرحش این است که ابوبکر میگفت لی شیطانون یعترینی، یک شیطانی هست که همیشه من رو وسوسه میکنه. خب این راست میگفت یا دروغ میگفت؟ اگر راست میگفت که یک شیطان او رو وسوسه میکنه، چون این شخصی چطور ممکن است شایسته خلافت پیغمبر باشه؟ تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، و یک کسی که شیطان مأنوس اوست میتواند تکیه بر جای پیغمبر بزنه؟ یک دو، ابوبکر گفت ولیتو ولستو بخیرکم، من والی شما شدم، حاکم شما شدم، اما بهترین شما نیستم. راست میگفت یا دروغ میگفت؟ اگر بگید دروغ میگفت، آدم دروغگو، چه شایستگی خلافت. اگر بگید در این سخن خودش راست میگفت که من بهترین شما نیستم، خب به چه دلیل تکیه زد به خلافت؟ باید میرفت کنار تا بهترین بیاد. گفتم خب نسبت به عمر، فرمود عمر میگفت کانت بیعت ابوبکر فلتتن، بیعت ابوبکر اشتباه بود که اگر 2 مرتبه تکرار بخواد بشه این چنین بیعتی من میکشم اون فرد رو. راست میگفت یا دروغ میگفت؟ اگر بگویید راست میگفت بیعت ابوبکر باطله، پس خلافت ابوبکر باطله. وقتی که خلافت خود شخص باطله چطوری آمده عمر رو او منسوب کرده؟ این چیزی که مال شما نیست، مال شما نیست، خود اعتراف کردی مال من نیست، پس چطور رفتی به دیگری فروختی؟ اگر اصل اون رو اعتراف میکنی که بیعت با ابوبکر اشتباه بود و فلته‌ای بود و خلاف بود، خب خلافت جناب علی از کجا آمده؟ از نصب ابوبکر، هر دو برباده. فقط میفرمایی این ظرافت‌های کلام که در حقیقت کار خداست که خدا بالاخره دروغگو رو رسوا میکنه، خدا ظالم رو رسوا خواهد کرد. این سنت خداست که باطل از بین رفتنی است و حق است که ثابت است و میماند.